میدونستی زبون گربه یکی از عجیب‌ترین ابزارهای طبیعته؟ آره، اون زبون زبر کوچیک فقط برای لیست زدن نیست، یه ماشین چند منظوره طبیعیه. زبون گربه پوشیده از صدها پرز ریز قلاب مانند به اسم پاپیلا که از جنس کراتینه، همون ماده‌ای که مو و ناخن‌های ما ازش ساخته میشن. نکته جالب اینجاست این پرس‌ها به سمت عقب خم شدن، مثل قلاب ماهیگیری. وقتی گربه خودشو لیست میزنه این پرس‌ها تا عمق موها فرو میرن و گرد و خاک و موهای مرده رو بیرون میکشن. به همین دلیل همیشه تمیز و مرتب به نظر میرسن، حتی بدون حموم رفتن. اما ماجرا اینجا تموم نمیشه. وقتی گربه بدنشو لیست میزنه، بزاقش روی پوست پخش میشه و اون بزاق در تماس با هوا تبخیر میشه و باعث خنک شدن بدن گربه میشه، درست مثل یک کولر طبیعی. این یکی از روش‌های هوشمندانه گربه‌ها برای کنترل دمای بدنشونه، چون برخلاف ما عرق نمی‌کنن. خلاصه اینکه زبان گربه فقط یه عضو نیست، یه سیستم پیشرفته چند منظوره است که حتی دانشمندا ازش برای طراحی برس‌ها و ابزارهای پزشکی الهام گرفتن. پس دفعه بعدی که گربه خودشو لیست میزنه بدون داره یه عملیات دقیق مهندسی انجام میده. با دیجیپت دنیای شگفت‌انگیز حیونا رو کشف کن.